یک بازی دیگه از رنکینگ. بالایی سطحش 65 17000 برد داره. ترکیب بالایی از کوره، برسرکر، مورتار، سربازها، گابلین گنگ، دیوار شکن، ریشه، دارت، گابلین. اما پایینی سطح 64 32000 برد داره. ترکیب پایین از 3 اسکلت، کوین، گابلین کیج، والکری، فونیکس، مادر بیچ، خوک و تیر. میانگین دسته بالایی 3.5 و پایینی 3.8. کوین دمیج میزنه به برسرکر. خوکا از چپ، خوکا دمیج خوبی میزنن. گابلین گنگو میزنه یا گروه گابلین، دیوار شکن و مادر ویچو میزنه. ببینیم تبدیل میکنه به خوک. یکی، دو تا، سه تا و 4 تاشونو میکنه خوک. دارت گوبلین چه دمیجی میزنن خوکا. استفاده درست کرد از مادر ویچ. بالای تکامل مورتار و سربازها رو داره، اما پایینی تکامل گابلین کیج و والکری. ریشه رو زد رو فونیکس و کوین. کوین و فونیکس ببینیم میتونن دمیج بزنن. یک پیچ فعلا. دوباره خوکا رو میزنه. گابلین گنگ رو میزنه. تیر رو میزنه روی گابلین ها. دیوار شکن. والکری رو میزنه، دفاع میکنه. تکامل مورتار رو کاشت. خوراک خودم هم تکامل مورتاره. خیلی عشق میکنم اینکه گابلین پرتاب میکنه. ببخشید یک عذرخواهی میکنم. تکامل والکری میبینیم. خب بازی رفت تو 2 دقیقه وقت اضافه. اکسیر 2 برابر. دوباره ترفندش رو تکرار کرد. مورتار رو گذاشت. ببینیم مورتار به برج دمیج میزنه. بله مورتار برج سمت چپ رو هدف گرفت. با اختلاف تقریبا 200 تا بالا عقب تره. فونیکس رو میزنه. والکری رو میزنه که مورتار رو از بین ببره. خب دمیج حسابی زد. 918 به 1407. خوکا رو میزنه. پایین مادر ویچ رو میزنه. اوج هیجان، اوج استرس. دوستان هر شب ساعت 19 به بعد 3 بازی رو از بازی رنکینگ ما گلچین میکنیم و پخش میکنیم. پس اگه میخواید ما رو ساب کنید و لذت ببرید. ببینیم مورتار پایان کار رو اعلام میکنه یا نه. خیلی مهیجه بازی. خوکا رسیدن به برج. ببینیم تموم میکنن. ریشه رو زد و خوکا و تمام. 2-1 این بازی جذاب به پایان رسید.